سلام، این هفته در آفساید جشن تولد 300 سالگی یک رابطه کهنه و نخنما شده. سفری تاریخی در 300 سالگی روابط سیاسی ایران و فرانسه. بله، یک سفر تاریخی که برخی اون رو با سفر آرمسترانگ به کره ماه مقایسه کردن. البته با این تفاوت کوچیک که وقتی آرمسترانگ پاش به کره ماه رسید توی خونه‌شون مورد حمایت قرار گرفت، ولی وقتی شیخ فری پاشو توی پاریس گذاشت فقط ترسش این بود که جناح رقیب بهش شاخ نزنه. از همون ابتدای این سفر که از ایتالیا شروع شد، سوتی پارتی روحانی هم شروع شد. همون روز اول پاش به ایتالیا نرسیده عشق موزه رفتنش گرفت. حالا کدوم موزه؟ موزه کاپیتولین روم که نهایتاً از توش یک سوتی جنجالی بیرون اومد. مقامات ایتالیا برای پرهیز از توهین و رنجاندن حسن روحانی مجسمه‌های موزه کاپیتولین روم را در هنگام دیدار او از این موزه پوشاندند که باعث جنجال در این کشور شد. آخه مگه جا قحطی بود توی روم که رفت توی این موزه؟ خب اگه می‌خواستی تخت و پلی‌وود تماشا کنی میرفتی یه کارگاه نجاری، یه فروشگاه تخت و کمد. دیگه موزه رفتنت برای چی بود؟ یعنی حتما باید توی هر سفر اینا حاشیه خنده‌دار تولید کنن. خلاصه بعد از این تجربه کاریکاتوریست های فرانسوی برای سفر روحانی به فرانسه این پیشنهادات رو روی میز گذاشتن. چادر بزرگ برای برج ایفل، بله چادر برای مونالیزا و همچنین مدل های مختلف چادر که به حسن روحانی پیشنهاد شد تا اگر خواست از موزه لوور بازدید کنه نمونه مورد پسندش رو براش تهیه کنن. این قضیه رو توجیه کنن تا خدایی نکرده کسی فکر نکنه که خود شیخ فری این درخواست رو داده بود، بلکه اون مجبور شده بود. A lot of people are actually saying that he didn't officially ask for them to be covered, but more moderate politicians in Iran will be scrutinized for their behavior abroad, be it sitting around a dinner table where wine is served. All of these could be used against him, and many actually believe that he has enough on his table right now to deal with, and he doesn't need more headache from hardliners in Iran. البته روحانی با هر گامش در این سفر برای خودش دردسر دیگه‌ای درست کرد. اگر از همون بعد ورودش به فرانسه شروع کنیم، تحلیلگرانی که اهمیت خاصی به بادی لنگویج یا همون زبان اندام میدن در این تصویر یک اختلاف برجسته بین دو نفر دیدن. جدا از تفاوت ظاهری که یکی عبا و عمامه داره و یکی کت و شلوار، اگر به چهره خوب دقت کنید یکی نیشش تا بناگوش باز شده و دیگری تلاش میکنه که چهره خندانی از خودش بروز نده، که بیان نوعی عدم رضایت از این دیدار رو برخی ازش تفسیر کردند، وضعیتی که تا پایان دیدار ادامه داشت. البته خبرنگار تیوی ریش که ظاهراً از یک زاویه دیگه داشت فیلم میگرفت، یک کشف خارق العاده توی این دیدار کرد. یه نکته‌ای که توی این مراسم بود این بود که آقای اولاند اومدن پایین پله ها و از آقای روحانی استقبال کردن که اینجا خب بازتاب خیلی زیادی بین خبرنگاران داشت که و این نشان از اهمیتیه که رئیس جمهور فرانسه برای ارتباط با جمهوری اسلامی ایران داشته. بله، اگر پایین اومدن از پله برای دست دادن با یک رئیس جمهور نشان اهمیته، بذارید سرچی بزنیم ببینیم در موارد دیگه رئیس جمهور فرانسه چی کار میکرده. بله، میبینیم که آقای اولاند بالای پله وایستاده، دیدار با رئیس جمهور اتیوپیه. بله پایین میاد، روبوسی هم میکنه، دوباره میریم بالا با هم، بله و میخنده اونجا.
دیدار با رئیس جمهور غنا دوباره پایین میاد، دستم میده، عکس هم میگیره و بازم میخنده. دیدار با رئیس جمهور گینه بازم پایین میاد، روبوسی هم میکنن. رئیس جمهور گابون باز به همین شکل بسیار صمیمی گرم میگیره آقای اولاند. میرسیم رئیس جمهور کنگو، اینجا هم آقای اولاند پایین میاد، 4 گام بر میداره، دست میده و عکس هم میگیره. بله، پس میشه نتیجه گرفت که پایین اومدن از پله همچین نکته خیلی مهمی هم نبوده. تنها نکته مهمش فقط میتونست این باشه که آقای اولاند خیلی سردتر از همیشه برخورد کرده. به هر حال به رغم این سردی‌های سیاسی ولی قراردادهایی امضا شد. حالا ببینیم که نتیجه اونها چی بوده. بخش خصوصی فرانسه حسابی از این سفر استقبال کرده. رسانه‌های این کشور هم بابت قراردادها خوشحال و راضی به نظر میرسند. بله، یکی از رسانه‌های این کشور کانال پلوس هست که یک تلویزیون سراسریه و بسیار پربیننده. اتفاقاً یک خبرنگار رو هم برای نشون دادن این خوشحالی توی صحنه امضای قراردادها فرستاده بود. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce sont de nouvelles opportunités pour Renault, l'Iran, aujourd'hui? C'est pas des nouvelles opportunités, on est en Iran depuis 2003. La levée des sanctions, c'est des opportunités pour faire beaucoup plus de voitures dans le futur, bien sûr. Le fait que les droits de l'homme ne soient pas respectés dans ce pays, il faut pas le prendre en compte quand on est comme vous, quelqu'un qui fait du business? Moi, je les prends vraiment en compte tous les matins et tous les soirs quand je me couche et le week-end quand je travaille pas. Mais pas en Iran, parce que c'est pas vraiment respecté là-bas. C'est une dictature religieuse. On y va. Excusez-moi, je suis vraiment obligé d'y aller. Vous êtes d'où vous? Institut français du pétrole, énergie nouvelle, on a signé un accord, voilà le président, si vous voulez lui poser une question, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Bon alors, c'est des nouvelles opportunités l'Iran en ce moment? L'ouverture, effectivement, la réouverture du marché iranien pourrait être importante pour notre groupe. Bon, et ça vous fait quoi de voir un dictateur en vrai pour la première fois? Parce que c'est quand même une dictature religieuse, l'Iran. Très bonne nouvelle pour le tissu fournisseur iranien. C'était la première fois que vous voyez un dictateur en vrai aujourd'hui? Je ne répondrai pas à cette question. Voilà. Merci, on va devoir... Pourquoi? Juste simplement, on va devoir... بله، به خبرنگار کانال پلوس خسته نباشید میگیم. کاملا پیدا بود که این رسانه راضی و خوشحال بود. البته نه از بستن قراردادها، بلکه از تهیه این گزارش. حالا میریم سراغ بزرگترین قرارداد بسته شده که میگن یک قرارداد بین 10 تا 27 میلیارد دلاریه. این یه منفعت بزرگ برای شرکت‌های غربیه. قرارداد فروش 114 ایرباس آماده شده. 114 یا به قولی 118 هواپیمای ایرباس که قرار ظرف چند سال آینده تحویل داده بشن. از اینکه بعضی‌هاشون دست دوم هستن هم میگذریم. سوالی که این وسط ایجاد شده اینه که این 100 هواپیما که تقریباً نیمی از پول آزاد شده از تحریم‌ها هم خرجشون شده، قراره دقیقاً کدوم مشکل مردم رو حل کنن؟ آقای باهنر، اولویت اول مردم خرید 100 فروند هواپیماست از فرانسه. الان چند میلیارد دلار ما باید الان پول بدیم با این مشکلاتی که مردم دارن هواپیما بخریم، اونم هواپیماهایی که برای بیزینس و نمیدونم فرست کلاس و ایناست. بالاخره توی این قرارداد یک طرفه که میگن فقط برای فرانسوی‌ها شغل ایجاد کرده، کی برنده است کی بازنده؟ اگه فقط به امضای قراردادهای یک طرفه دل ببندیم، بدون شک برنده مناسبات تجاری در فضای جدید فرانسوی‌ها خواهند بود و همینطور کشورهای همسایه که در نبود ما جای پای خودشون رو محکم کردن. از همه اینا که بگذریم میرسیم به آخرین نکته و اونم این که بالاخره دولت فرانسه در این سفر با شیخ فری چه برخوردی کرد؟ تحقیرش کرد، تکریمش کرد، بهش احترام گذاشت یا نذاشت؟ فرانسوی‌ها برای ایرانی‌ها یه جورایی سنگ تموم گذاشتن و خواستن بگن که احترام ویژه‌ای قائل هستن و خب این برداشت تیوی ریش بود. ولی چیزی که از نگاه سایر رسانه‌ها نمیتونست نادیده گرفته بشه، اجازه همین فرانسوی‌ها برای برگزاری یک تظاهرات خیلی بزرگ بر علیه روحانی درست در همون روز استقبال از شیخ فری بود که چند خیابون اونورتر از کاخ الیزه توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده بود. Et en marge de cette visite, la première d'un président iranien depuis 17 ans en France, des centaines de personnes ont manifesté à Paris, parmi elles des opposants au régime en exil. Ils ont dénoncé les atteintes aux droits de l'homme et la peine de mort pratiquée en Iran. Mais la visite du président Rouhani scandalise les opposants au régime iranien
qui sont descendus dans la rue pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme en Iran. در پایان فقط این سوال رو مطرح می‌کنیم که چرا روحانی نتونست برای حفظ آبرو هم که شده یک تجمع ولو 10-20 نفره توی پاریس راه بندازه که حداقل چند نفری بیان دستی یه پرچمی براش تکون بدن، رسانه خودشون بتونه یک تبلیغاتی روش بکنه. اینکه یک دولت با همه امکاناتش نمیتونه چنین صحنه‌ای رو ایجاد کنه لابد یک ریشه‌ای داره. ولی برای اغلب رسانه‌ها تنها تصویری که از مردم ایران در اون روز برای نشون دادن وجود داشت همین تصاویر با شکوه تظاهرات با انواع ابتکارات بود. ضمن خسته نباشید و درود مجدد به همه خلق کنندگان این صحنه، همه شما رو به خدا میسپاریم.